الله وبرکاته دوستان، خدا خیرتون تیا. کوراتون خوبان جنوب شیرین برادران نغزم. میروم از کوهی تو با چشمی پرنم خیر بود خیر بود. میروم از کوهی تو با چشمی پرنم خیر بود. السلام علیکم دوستان، چخیلی؟ سلامتیتون خوب هستن؟ الله برکتون دید. علیکم السلام و رحمتی خدا. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام. با وجود به پیش دعا باشه. الله خیرتون کنه. کجا رفت استیکلی بینم؟ میرم ایم دستی شما میرم میگه یک روز مایران هستگی یکی کور نداری، یک روز 3 ویدیو میکنی قیفیر میکنی. الحمدلله کورای من دارم، اگر در دست شما بسپارم یک خیلتا شاید اسپیتی اما جوابتین یا تلفن نکنید. هر کس به هر طریق زندگی میکنه. الحمدلله. سفرها بخیر، سلامت باشه برادرم. اک میرم دعاگو باشه. الله خیرتون تیه دوستان عزیزم. علیکم السلام و رحمت. سلامت باشه برادرم. رای سفید سلامت باشه. اکای فخردین سوزی تنجی کوراکو خوبان. اکای فخردین زندگی خوبه یا افیر میدروی نمیدروی؟ همی تا میرم که نبینم یک خیل آدم را، نه خیانت شونه نه فنکنی شونه نه. الله اکبر. نه احمد شونه میتیم. الحمدلله. حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل. الله هدایتون کنه. الله هدایت. سلامت باشه انشاءالله. علیکم السلام و رحمت. سوزی تینجه برادران خندم، برادران شیرینم، الله برکتون تیا. علیکم السلام. هم دفعه هم قد دور میرم کی؟ هم قد دور میرم. بل نگه کی نگفتی. جون می هم قد دور میرم.
ای آواز کشته بدم. I'm sorry. بچه های عزیز خداوند خیرتون کنه. اللهم صل. شوا تاکسی میزنیم. شوا تاکسی میزنیم. با چیکار کنیم؟ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیمان که چه بیو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. میرم دوستان دیگه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این میشه کی زنگ میزنه بس کنه. کجاست فی تو منالیم بسویت یا رسول الله. بسویت یا رسول الله. لباس به آستین پوشیم در آن روز یا رسول الله. در آن روز یا رسول الله. ای خوب است برادران خندم اینجا که الله برکتون تیا. الله سلامتون نگه داره همه وقت. میرم که از همین مسکو برمده رفته سودم. میرم در همین ماشینم طرفته نمینم که لباس به آستین پوشیم در آن روز یا رسول الله. در آن روز یا رسول الله. لباس به آستین پوشیم در آن روز یا رسول الله. در آن روز یا رسول الله. عریقی ها موسیانیم ذکرده ها پشیمانیم. عریقی ها موسیانیم ذکرده ها پشیمانیم. فریدون باید فروخته خون با فریدون چیکار دارم برادرم کوه بزنیم میوشته و ریخته گرم کردم. همش بشه نمیشه. لباس ماستین پوشیم مسئول یا رسول الله. دل و جانم فدایت یا محمد. سر من خاک پایت یا محمد. دل و جانم فدایت یا محمد. سر من خاک پایت یا محمد. نمی بودی همه بودیم به دوزخ. کی بودن در فلای یا محمد. حبیبی حق توی نور عالم. حمالم فدایت یا محمد. مبرو میرم اکای مسکو برادارو پناه حق تو برخ دو همین مسکو ایختو دوگو باشه.
جانم فدای نامی پیغمبری مدینه قربانی آن دو چشمی آن گوهری مدینه ای خداوند نگه تو هر کجای باشه الله نگهبان تو باشه الله نگهبان تو باشه به قدر عزیزان تو برسی به قدر دوستان تو برسی به قدر شوهرها تو مادرها و خواهرای عزیز برسی نعمتی که الله داده تو وای ناشکریش نکنی که از دست میره دهقان آباد میریم دهقان آباد فهمیدی به قدری من این سخنی من برای خواهرها هستن شخصانی که به حرمتی نسبت شوهراشو میکنی به قدری شوهرها تو برسی الله بعضی محل بعضی خواهرها را شوهر میتیه من تعریف نمیکنم مینوسم طرفی بچه ها هستن اما به قدری شوهرها تو برسی زیس علم است علم دهقان آباد نمیشه هسته همجا برمت اینجا بسکچتش میکنی نمر legal. Nome legal. هیچ نمیخواد کنیش بچه بله موی سر برآمد برادرم موی سر برآمد شیر خدا موی سر برآمد برادرای طلایی من برادرها امی برد و باخت از جانب الله هست باید شما قدرش کنید یعنی که باید حرکت کنید بر همین غالبیت و مغلوبیت شدنشون در باری کی باشه همین بیعتسو باشه از دین ایشه شما چیکار میکنی همین بیچاره فریدون هر چی بتسته بیسته همه اینتریو بتیا شاید سلامتیش در همون حالت یک شاید یک اودر خور که شاید دیخنش مخم شدی بوی است یا که نه حاضر انشالله باز همونجا بگرچ پلی مارکت بیرو هست قرآن به دل فسرده جان می بخشد از پرتوی خویش جان به جهان می بخشد قرآن به دل فسرده جان می بخشد از پرتوی خویش جان به جهان می بخشد این معجزه پاک رسول عربی است این معجزه پاک رسول عربی است حقا که حیات جاودان می بخشد حقا که حیات جاودان می بخشد غارد یشیب للیمن غارد والسهب القرآن فيه الحق فيه نور فيه لؤلؤ مرجان فيه الحق فيه نور فيه لؤلؤ مرجان غارد يشيب للإيمان غارد والسهب القرآن درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است آیین ما همین است برنامه های قرآن برنامه های قرآن آیین ما همین است برنامه های قرآن برنامه های قرآن
غارد يشيب للإيمان غارد وسه بالقرآن فيه الحق فيه نور فيه لؤلؤ مرجان فيه لؤلؤ مرجان. اینجا گاز نداره با فیلم. بگوید آن قدر صیادی ما را که گاها بشنود فریاد ما را. بگوید آن قدر صیاد ما را که گاها بشنود فریاد ما را. بغیر از ایش تعلیم نکردم بیامرزد خدا استاد ما را. عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. اما ای الله تاجیکستان میرم اکا آواز هست کو برادر؟ الله میگه که ای بنده تو سخت به وفایی از کبر بس و ایمان آیی. ای بنده تو سخت به وفایی از کبر بس و ایمان آیی. الله میگه که ای بنده هم به وفایی هستی که از کبر و غرور طرف ما نمیای، نماز نمیخونی، الله نمیگوی. میگه که گر دردی هم به جان زارت آسوده شوی دوید آیی. با همون خودیر نگاه کنیم برادر جان عزیز که باید ما همه وقت شکرانه کنیم، شکرانه سلامتی کنیم. هر یک قدم ما که سالم هستیم یعنی تمام جام و سالم هسته باید ما شکرانه کنیم، شکر کنیم که سالم ما میلیونریم. هر یک قدم ما چه میلیونر هستیم. برای که ببین یک جوش در میکنه برای یک جو در چکون میکنه دوستان عزیز میلیارد میتیه. فرزند یک از کسل میشه میلیون جمع میکنه تا یک کسلی گرده شه، یک روده شه، یک دست شه اپیده سکنه. با اون خاطر الله میگه که ای بنده تو سخت بی وفای میگه. الله اکبر. الله خیرتون کیا، الله خیرتون کیا. این سیم کارت اینجا نیدو
رستم کریمزاده الله هدایت کنه که باز یک لحظه به جواب میتیم انشالله. باز یک سراز کردیم. طریق اسیانم ذکرده ها پشیمانیم. طریق اسیانم ذکرده ها پشیمانیم. عجب شرمنده هستیم به نزدت یا رسول الله، به نزدت یا رسول الله. عجب شرمنده هستیم. به نزدت یا رسول الله. الله بترسی برادر. یک لحظه بیست یک چیز سوز کردیم دم تلفن هاز انشالله جواب میدم. خواهش میکنم برادر قند عزیز. علیکم السلام و رحمت. خدمت سلام علیک نگفتم بخشی زیاد. یک شهری دور میرم دوستان. یک بختیار صدیقو. یک شهری دور انشالله. عجب شرمنده هستیم به نزدت یا رسول الله، به نزدت یا رسول الله. عجب شرمنده هستیم. ما چی گفتنیم همین روز بعضی چیزهای میشوه که متاسفانه همه چیز در روی اکران گفتن نمیشوه. از زندگی بعضی برادرها و خواهرها یعنی به حرمت هیچ نسبت شوهر الله نعمت میتیه باید قدری و یعنی که یک نمود باید ما کار کنیم که نرنجانیم. یک کسا یک بارگر رستم کریموف الله ما را ببخشه برادر جان. این همی لیچن اس ام اس خطا انتظارم. من این نویگت را ساز کردم که این مسکو خشو برام برای که اینجا پیچونده شدیم. الله نگهبان تو باشه. الله شاید که من تکبری نکردم نمیکنم. فقط ما شما سکشت کرد.
خوب یعنی گفتنیم برادر عزیز که از بعض زندگی خواهر و اپوه که حاضر هستن الحمدلله فقط میگم که الله نعمت همیتیا اگر به قدرش نرسیدی میگیرش و اون خاطر حرکت کنی که به قدری زندگیات برسی. گرچند در این بین نوجوان مردهایی که دخترای مردم استفاده میبرن یعنی میبخشه میگیرن هم خوابگی مینن میپرفوین، اما اینجا دخترها هم بسیار محل گناهگارن. میگم من شناختی نه رستم متاسفانه برادر نشناختم لوچی هم گفت بنویس ای گپ زیادی زدن دما کی می است غیره 10 مرده بدم 10 مرده هستم و میمونم. من گپ زیادی نمیگم، فقط خواهش میکنم که گپ زیادی ننویسیم برای هم دیگر. خوب شری خدا بایم زن که خطا دیگه چسب بگه. الله نگهبان تو باشه، الله نگهبان تو باشه. با خدا من 3 روز شد دلم خون میگیره، 3 روز شد دلم خون میگیره. من همین قد صبر کرده شدم. بعضی کارهای هست که متاسفانه یارو گفته نمیشه، اما من زیغ میشم که چی با به قدری میکنن، چی با به حرمتی میکنن. بعضی خواهرای ما بازیچه دست شیطان میشوند. دین یک نوار تماشا کردیم، در کورس شما رستم در کورس من سرس اگر که از دوره چی نباشه برادر در شهر در دوشنبه میخوندگی سیمین مون نباشی در غرب میخوندگی در دانشگاه طبی در اوجا من سرس خودم بدم. همه همکورسا میدونن کدمی هستی رستم. این جواب اخته بود. خوب یعنی خیلی عزیق میشه که وقتی یک شوهر یک پست بلندی میگه یک گاب میگه در آقار و ناز و ناشگری و زندگی و بازیچه دست شیطان شدن، این از روی انسانگری نیست. موی سر برمد برادر، موی سر شروع برمد الحمدلله. هم 2 ماه دیگه حال برقرار میشه انشاءالله. تا سوال جواب طلب از سفر رو به خطر رد نید. دعاگو باشید. برادرو الله لعنت کنه دروغگو شود تهمتی شود. من زن یگان قاری از صورت نگرفتم. مزد هست نیست بدبخت. الله هدایتون کنه. میگه که هم بای فریدون عادلوف هم میگن تو فروخته. خوش باول تو هیچ گم نی میگذره. من 3 روز در کوچه خوام 3 روز شد. ولی جون ایسو مسئله جیبه کت غوصه خولی الحمدلله هسته که زندگی رو میبریم محتاج یک کس نمیشیم. Прямо 5 километров. گرفت کاری ما قطعی کاری پس اکرانگا پاکشتگیم نه دا کذا دارن نه فک دارن نه دلیل داره. ای هم شنیده گفتیان من صورتی وای گفتم 100 جوروی کردم، اما من بس همسر یک از با مادر یک از نرسیدم وای نمیرسم. این کاری جوان مردی نیست. وای خودش فهمید میدونه در کروگش کیان من با قاری کار ندارم. التماس همین تیمه را بکشید. اون خاطر تیمه را خواهش میکنم بکشید. اگر در کذا داره برورا گاو زنم من پروا ندارم. با اون خاطر تیمه را بکشید کنکوی نکنید. تو اسم شریف هم میخپی، تو لنگره میخپی، تو چی میخپی، مورا میخپی. شما یا بار قیامت داره اقا کنکوی میکنی. ولی با نو اکادمی فریدون عادلوف گرفته بیچاره. میرم از این
مسکوا دوری دورها میرم، شهرهای دور میرم، بازور میرم. کمتر برم عصبام آرام شوند. 3 روزی در همینجا یک از به دادم نرسید. تیمور 3 روزی هیچ که بدون چانسم در موی سرمو برادرو همیست موی سر من در از خودش 140,000 میرفت. برای که من رکلامشو کردم از من دوستان چی نگرفتن، پول نگرفتن، نبارات با پولم دادن. Впереди камера на полосу. مرا بر شما که من شما را برم. شخصایی که باید من میبردم شو ما متاسفانه او شخصا در ما دستیویز نبرمدن. شخصایی که نزدیکتره که از جونم بسیار دوست میدارم دستیویز نبرمدن. با اون خودی خالی توقع این نازی یک برادر است همراه همسرش در ایروپور میپرتم شو مایده میرم. برادرو به قدر زندگی تو برسه، چی زن هسته چی مرد، به قدر زندگی تو برسه. نعمت الله داده تو. من یک چی میگم ده یک مومنت بگم تو همی شما جدی بفهمی همی کاری منه. مثال گپ اگر که الله کنه که یک زندگی خوب شخصی را در حیات داد که شما را در حقیقتا دوست داشت، در حقیقتا مهربان شی نسبت تو، چی از طرف زن باشه چی از طرف مرد، باید قدری باید دانست. فکر میکنی که من از این برام از این خوبتر شم میگیرم، نه، کلی آمین بدتر است و بهتر نیست. و خواهش میکنم مردها به قدر خواهرهایی که در مسکو هستن گرفته برسه و شخصهایی که خواهرهایی که به شوهر میبروید در طرف همی رسیرم به قدر شوهرهاتون برسه. این نعمتی هست که الله به شما داده است. اگر قدرش ندانستی الله میگیرش، الله میگیرش چنان گرفتنش میکنه که تو های میگوی که این خیلی بعد دیگر برقرار کنیش مشکل است. فقط بدونه که فقط یک گپ میگم ده الله لعنت کنه شخصی را دختر یک کس میگیره سو استفاده میکنه میپرتوه میبره. بعضی خواهرهای متاسفانه دور از اسلام دور از خدا هست که به قدر شوهرها نمیرسن، اما مردهای رم هستند که متاسفانه به قدر زنها نمیرسن. الله لعنت کنه که استفاده میبره مردها را یا که زنها را. الله لعنت چون کنه از هر دو جانب. استفاده بردن نسبت فرزند یک است، این خیلی کاری بد است. هر چیزی را که در این دنیا با یک کس کردی میبینی بعد میبری. پروردگار ما را ببخشه. Держитесь правых полос. پروردگار ما را ببخشه. بعضی شخص ها را دوست میداری، مهربانی میکنی، خیال میکنن که این یعنی که دوستداری و مهربانی ترا در سلابس در نادانی فکر میکنن، قدرش میدانی، خیال میکنن که این شخص همین خیلی دیوانه است. نه هر کس در حیات فکوسی تو مهربانی تو در دل تو جا میشه. وقتی در دل انسان جا هستی باید استفاده نبری، باید قدر کنی که از این هم بالاتر الله چکو کنه نعمتش بته، از این هم بالا مهربانیش دیا زندگیت برکت بیاور.
الله همه ما را برای راست هدایت کنه. Держитесь левее. الله همه ما را برای راست هدایت کنه. همه چیز یک وقت داره. برادران مسئله موی سر نویسته سوده شروع خدا نگاه کنی. موی سر من الحمدلله پول نستی برمد الحمدلله. از هم 2 ماه از ای 100% 10% چی برمده. همین 2 ماه بعد انشاءالله پول نستی غوث می شود. با شما میبینه با شانه میگردونمش. با شانه میگردونمش. همین قشیدیم الحمدلله. خدا خور کنه همون شخصی را دروغ میگه فرزند یک کس استفاده نبردیم. انشالله نمیبریم. استفاده نبرده نپرتوکیم. هر نفری که فرزند داره، دختر داره، خواهر داره باید از خواهرای خودش از فرزندای خودش فکر کنه فرزند یک کس استفاده نمیبره. اما شخصی را که در زندگی میدروری باید به قدری زندگی تو بدروید. یعنی برسه. برادرو به تشویش من ای یوتیوب نمیرم. نمیبره قطعی من میمره. ای موی سر چی کار مینی پارتو چی خیلی باشه همون خیلی میره. نه برادرو من موی سر یعنی که دندون میغلطه. خوبه دندون گشتم بگی میره دندون میدازی کنی. دندون میدازی به هم خاطر چیکار کنی باید توبت کنی. باید توبت کنی. بدون که همین هم یک نمودی بیماری است. همین موی سر میریزه در جای وی برقرار کردنش. مزد نیست مخموگ نه ای بنده تو سخت به وفایی از کبر بسوی ما نایی. ای بنده تو سخت به وفایی از کبر بسوی ما نایی. گر دردی هم به جان زارت آسوده شوی دیگر نایی. گر دردی هم به جان زارت زاری بکنی دویدایی. آنگه که تو را شفا ببخشم آسوده شوی دیگر نایی. غم مخوره بنده غم خورد منم. یا الله میگه میگه ای بنده غم مخوره بنده غم خورد منم. این جهان و آن جهان یارد منم. هر کجا که می روی بازا بیا بازگشتی آخری کارد منم. هر کجا که می روی بازا بیا بازگشتی آخری کارد منم. گر به جنت می روی بیم مرو گر به جنت می روی بیم مرو کی صفای باغ گلزارد منم. یک نه برادر عزیز یک مومنت دیگر همه ما مسلمانیم الحمدلله. نه همینجا انشالله باور دارم 100% مسلمانیم. همین شخصای همینجا مسلمانیم. ما باوری یقین داریم بر بدن خدا به هستی خدا و به عذاب روز قیامت و به نوشتن ملائکه های دست چپ و راست. آیا شما در همین ملائکه های دست چپ و راست شما را ندیدید یا دشنام میکنه؟ کسی دشنام کنه گفت من همه معنی داره یعنی همه دخل داره. در همین زمینه که قرار داریم از طرف امریکا سرکرگی تا تاجیکستان دیگر جای دنیا باشه
گیجا بره، گیجا میره که شما را الله ندیده ایستاده است. این هم یک جای سنگ میره، تای آب میره، درنی غار میره، در یک جای بره گناه که الله ندیده ایتره در تمام جا میبینه. آیا تو در جاگه خوی نوشته ایستادی گناه ایتره الله ندیده ایستاده؟ ای به عقل با ای دشنامی تو با بابا جان هیچی نمیرسه، میفهمی؟ با همین خاطر از دشنامی تو با بابا جان هیچی نمیرسه، اما بدون که نامه اعمالی که روز قیامت به دست چپ میگیری پر از گناه شده ایستاده، میفهمی؟ الله ما را هدایت کنه، الله ما را هدایت کنه برادران. با همین خاطر شخصی را که به خاطر الله گفتی که الله لعنت کنه دروغگو، الله لعنت کنه حرام خوره، الله لعنت کنه شخصی در خانه خدا خیانت کرده است، الله لعنت کنه کسی را که حرام خورده است، و الله لعنت کنه تهمتشه مسلمان باور نکنه بعد چیکارش میکنی؟ با اون خاطر پروردگار باز میگم که خار کنه شخصی را که حرام میخوره، حرام خورده سوء استفاده میکنه. ما هر چی کردیم به خاطر خدا کردیم. روز قیامت انشالله وا میخوریم قطعی هر یک قدمش. شما فکر نکنید روز قیامت چیزی یک ابیسنی یک چیزی که ناباوری است. وقتی که ما به خاطر الله گفتیم باور انشالله وا میخوریم. نیک نویسید انشالله نیک میبینی، بد نویسید بد میبینی انشالله. باوری دارم، من پروای کامنتری شما ندارم، برای که من میدونم که روز قیامت اجر این دشنامای شما چیست، اجر این غیبت های شما چیست دوستان عزیز. شالکاف نایستگی چی تهمت است برادرای عزیز، این گپ تهمت است. توش تو ویا موندین من صورت رای کنیه گفتگیم صورت نگرفتم، این تهمت است. ما قطعی و اکرام پس اکرام صحبت کردیم، فهمید؟ من برای خودم ضبط ها دارم مثل همه یا برای خودم دلیل ها دارم. برای چی من ابراوردم؟ به خاطر که اهل علم هستند، یعنی شخص های هستند که با سن خدا مردم دعوت کرده شدن، یعنی درسترش به خونه خدا. شاید من برارمش رنگ هم یک کریس قور بالا بمونم بعد میکنند یعنی ضربه شوا روز قیامت انشالله با جوابگاری دارم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. همین کلمات که نمیخوای برادر جان نداره، خواهش میکنم همینجا نداره برادران عزیز، برادران قندم، برادران شکلاتم نداره همینجا خطونا گناهگار نکنید. شما از اینجا بغیر گناه یگان چیزی نمیگیرید اگر در حالت دشنام کنید. خیتره جون خیتره به شما رم نمیشوه انشالله. پریچاس که من میبرویا موی سری من میبرویا بعد اون محل صحبت میکنیم. اولی پاکت سه میگه گفتم بگیرید. من از اولی چیندنی موی سر از پسی سر در این بالا موندن تا حاضر افیرها و ویدیوها کردم، این موی سری قبر آمد. ولی 2 ماه دیگرم انشالله اگر الله امرمون درست کرده باشه میبینه انشالله. بعد وقت میگه نمی دیستیویت نه هر یک چهارمین من باید مردم اهمیت ندیم. یک چیزی میفهمونم ابیچنی اینا من در رول در دستم رفته ایستاده پراویلم. اگر من کمک اکتلیکات شم ایسوسو من از همون کاری که باید مثال گپ ساعتی 10 سر برسم ممکن 10 15 تا بی 10 برسم باید در سنگ میبرویا کلوخ میبرویا کی سیگنال میتیا هیچ کس گوش نکنم رفتم بگیرم تا با سیلم برسم. الحمدلله در همین طول حیاتم به همه مقصدم به همه سیلم رسیدم شکر پروردگار. فقط یک تای دیگهش مونده و بین من است الله. من بر همون مقصد دیگه هم برسم بعد ان همون روز یوتیوب من ترک میکنم. فهمیده؟ بعد همون روز یوتیوب ترک میکنم یک مقصد دیگه انشالله. فهمیده برادرها؟ تاکش تو بکار نه خیلی خیتر ندارون همه جوتا
گپ داری من آفیس دارم بیای پیش گپ زنیم گپ نداری ایم دو رنگی دیگه قنچقاجا که ده میگی بچم با هم خودت کدمت گپ داری برادر کندی من ایم پیش بیا چق چق میکنیم بود هوا بیزه بای بچه بود هوا بیزه Через 500 метров держитесь правой полосы, а затем съезд. Поверните направо. نمرای کی اکی سوار داری؟ نه برادر عزیز من از سروش زنگ زده سودیم باید تلفن بردارم انشالله شاید بعدترک ولی با افیر کنیم چق چق کرده بریم Съезд. ولی من Поверните направо, نمیدونم а چقدر затем در через راه 200 هستم метров انشالله держитесь با افیر правее. میکنم الله خیرتون تیا پروردگار همه وقت سربلند و خانه آباد باشه خدمت حجامه کردنی بیه حجامه ما Держитесь انشالله правее. کار میکنه حاضی خوبی حجامه های بابا جان 88 چی در پیتر است چی در مسکو هست ده جا زنانه و مردانه هر نفر حجامه میاد نامش نوشته میشوه و نمر تلفنش انشالله از حساب حجامه بابا جان 88 حج فرضی رای کرده میشوه انشالله با هم خاطر حرکت کنه دوستان عزیز که چیکار کنه شما بیای حجامه کنه که پگه روز نشید خورکشی میشوه انشالله در خانه خدا بازی نیست در خانه خدا مشینیکی نیست در خانه خدا یعنی خیانت نیست انشالله حرکت کنیم ما بازی مقوم نمیکنیم نامت غلطید بزن بره حج فرضی که خودش 6-7 هزار دلار میدونی حج فرضی یک خیلو مجتهد میکنن آرزو میکنن علل خصوص خودم الله همه ما را هدایت کنه دعاگو باشه انشالله السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته رحمت برای دستگیری تو خدمت بعد افیر اومده نمرو در کامنتر نوشتگی در کامنتر افیر خدا نگهدار الله اکبر انا گیریا که بچه جون